سلام به جیگرای عمو، حالتون چطوره؟ با یک ایدراپ خیلی خوب در خدمتتون هستم. جذب سرمایه هم داشته و میتونه یک ایدراپ خوب باشه و همه میتونن شرکت بکنن و رایگان هم هست. قبل از اینکه بریم روی آموزشش لطفا ویدیو رو لایک بکنین، کانال رو سابسکرایب بکنین و برای انگیزه بیشتر کامنت بذارین و دیگه چی میمونه؟ زنگوله رو بزنین. خب بعد از اینکه لینک رو توی دیسکریپشن دیدین و کلیک کردین و ایمیلتون رو وارد کردین، یوزرنیم رو برای خودتون انتخاب میکنین. بعد از اینکه یوزرنیم رو برای خودتون انتخاب کردین، اینجا تسک ها رو میتونین مشاهده بکنین. همونطور که در ویدئوی قبلی گفتم، یعنی فکر میکنم دیروز گفتم، اول وارد دیسکورد بشین، بعد بیاین دیسکورد رو متصل بکنین که یه وقت اگر وارد نشد بتونین اون رو عوض بکنین، یعنی اکانت دیسکوردتون رو. ببینید من از قبل وارد شدم و الان اکانت دیسکورد خودم رو متصل میکنم. امتیازش رو کلیم میکنین به این صورت. برمیگردین، حالا میاین اکانت توییتر یا ایکس رو متصل میکنین. بعد از اینکه این کار رو انجام دادین، این رو هم کلیم میکنین. وارد دیسکورد هم که شدین، اینجا ارن دیسکورد رول رو میزنین و الان کانفirm میکنین. کلیم ریوارد تمام. بعد از اینکه این کارا رو انجام دادین، حالا وارد این لینک میشین و اینجا جوین وایت لیست رو میزنین و همون ایمیل رو وارد میکنین، همون ایمیلی که الان باهاش ثبت نام کردین. بله، شما الان وارد این وایت لیست هم شدین به همین سادگی. همچنین اینجا میتونین توی پروفایلتون برای خودتون قسمت‌های مختلف رو بذارین، مثلا بیو برای خودتون بذارین و همچنین سوشیال رو اینجا که ما قبلا اضافه کردیم اضافه بکنین. آپدیت های جدید اگر داد میذارم. توی قسمت ایکس هم که قسمت های مختلفی رو گفته، مثلا اینجا گفته که بیاین و کوئستا رو انجام بدین، میتونین میم بسازین و تگ بکنین. ببینین به صورت کامل اینا رو گفته. هر پستی که شما اینجا بذارین و لایک و ریپوست و ریتوییت بگیره، شما میتونین امتیاز بگیرین. حتما هشتگ بذارین. ببینین هشتگ رو خودش اینجا گفته، این هشتگ رو گفته و همچنین آیدی هایی که گفته تلوس نتورک هست و تلوس اینترن هست اگر اشتباه نکنم. ببینین اینجا مثلا من کلیک اند سابمیت رو میزنم، خودش این رو گفته، به این گفته اون توضیحی که میخواین رو اینجا بذارین و این هشتگ رو بذارین و میتونین تگ هم بذارین. بعد از اینکه این کارا رو انجام دادین، اینجا توی کلیم ممبر رول بیاین و حتما این امتیاز رو دریافت کنین. ببینین این نقش رو الان دریافت و هر کدوم از اینا ببینید هر کدوم یک مقدار شارت داره که به نفع خودتون میشه و میتونین امتیازش رو دریافت کنین. و فکر میکنم که اون نقشی که بهتون گفتم با توییت کردن بهتون میده، یعنی شما بیاین و یک بار اون هشتگی که گفته رو براش بذارین، همچنین همون آیدی رو. به این صورت بیاین و اون رو توییت بکنین. از این توییت ما هم میتونین حمایت بکنین و اون هشتگ هم به همین صورته. ببینین آخر توییتتون میتونین ببینین، من اول تگش میکنم، ببینین این هست، من چک بکنم. بله درسته. ببین این رو اگه تگ بکنین، همون شارتی که بهتون میده شارت ویو هست که اون رو دریافت میکنین. همون نقش دیسکورد رو احتمالاً دریافت میکنین، یکی از نقش هاست و این یک ایدراپ خوب میتونه باشه و اون رو میتونین توییت بکنین و هر روز میتونین این کار رو انجام بدین. حالا روزی یک توییت یا 2 توییت. از دیگران حمایت بکنین. میتونین توی کامنت های همین پست من توییتر همدیگر رو فالو بکنین و درخواست بدین که شما رو فالو بکنم. برای ما هم میتونین با همین هشتگ و همین تگ که من الان آخر این توییت گذاشتم برای ما هم کامنت بذارین. بله اینجا هم کانال تلگرام ماست، میتونین حتما توی کانال تلگرام عضو بشین و همچنین پروژه های دیگه که خیلی راحت هستن، پروژه های اینترنتی که ویدیوشون رو قبلا گذاشتم، شرکت بکنین و همچنین آپدیت های پروژه های دیگر رو هم ببینین. حتما کانال رو سابسکرایب بکنین، از کانال تلگرام هم بشین. خیلی دوستتون دارم.